خدا صلی الله علیه وسلم می‌فرماید خیرکم تعلم القرآن و علمه اخو المسلم. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم می‌فرماید بهترین شما کسانی هستید که قرآن تعلیم میگیرید و به دیگر برادرانتان چکار میکنید او را تعلیم میدهید. همچنین عالم شناخته جهان، شاعر زمان ما و شما که در عصرهای 20 گذشتگی علامه اقبال در ابتدای زیبا چنین می‌فرماید نقش قرآن چون که بر عالم نشست، نقش‌های پاپا و کاهن را شکست. فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. چون که در جان رفت جان دیگر شود، حال چون که دیگر شد جهان دیگر شود. با مسلمان گفتن جان بر کف بینه، هرچی در حاجت فزون داری بده. در باره فضیلت قرآن محمد اقبال هم چیزی